یکی از اصیل‌ترین و محبوب‌ترین غذاهای ایرانی همین لوبیا پلو با این تدیگای جذابشه. اول لوبیامون رو خورد میکنیم و کنار میذاریم، اندازش هم که کاملا سلیقه‌ایه. حالا یه پیازداغ فراوون درست میکنیم، زردچوبه و فلفل سیاه بهش میزنیم و یکم تفت میدیم. بعد گوشت گوسفندیمون رو اضافه میکنیم و با حرارت بالا چند دقیقه تفتش میدیم. رنگ گوشتمون که تغییر کرد، لوبیامون هم تو این مرحله اضافه میکنیم. بعد از 5-6 دقیقه 2 قاشق رب میزنیم، خوب سرخش میکنیم و میریم سراغ پوره کردن گوجه فرنگی و سیرمون که یکی از رازای خوشمزگی لوبیا پلومون همینه. به موادمون اضافه میکنیم، 2 لیوان آبم میریزیم و میذاریم 2 ساعت بپزه. مایمون آماده است. 5 دقیقه آخر کمی آب لیمو ترش و زعفرون و نمک بهش میزنیم و دیگه در تاور رو نمیذاریم تا غلیظ شه. وقتی در این حد آبش کشیده شد، از رو حرارت برمیداریم و برنجمون رو آماده میکنیم. آب که جوش اومد، برنج خیس خورده رو میریزیم، میذاریم 5 دقیقه بجوشه. حالا برنجمون رو یکم زنده تر آب کش میکنیم. کف قابلمه یه لایه سیب زمینی زعفرونی میچینیم، یه لایه برنج میریزیم، بعد مایمون رو روش میریزیم. حالا برای اینکه عطر لوبیا پلومون همه جا رو پر کنه، پودر دارچین و هل و گل سرخ رو با هم مخلوط میکنیم و لابلای برنجمون میدیم. همین مراحل رو تکرار میکنیم و یه مقدار از برنجمون هم برمیداریم، با زعفرون مخلوط میکنیم که لایه آخر روی مایمون میریزیم. چند تا تیکم روغن حیوانی روی برنجمون میدیم و دمش میکنیم. لوبیا پلوی خوش عطر و خوشمزه‌مون هم بعد از 40 دقیقه آماده است و تو ظرف سرومون میکشیم. این تدیگ سیب زمینی‌های زعفرونی هم که حسابی دلبری میکنن و در میاریم و کنار غذامون میچینیم. اینم یه لوبیا پلوی مجلسی و جذاب و خوشمزه که کنارش فقط سالاد شیرازی میچسبه.